اقدام در برابر اقدام، این کلیدواژه واکنش روسیه به اخراج 10 دیپلمات و تحریم حدود 50 فرد و شرکت روسی از سوی آمریکاست. روسیه به اخراج دیپلمات‌های روسی از خاک آمریکا و اعمال تحریم‌های جدید بر مبنای اصل تعادل واکنش متقابل نشان خواهد داد. مسکو همچنین نسبت به درخواست جو بایدن برای دیدار حضوری با ولادیمیر پوتین تجدید نظر می‌کند. بعد از درخواست بایدن از پوتین برای حرکت به سوی بهبود روابط، آمریکا بلافاصله با اعمال تحریم‌های جدید ضد روسیه چندین دیپلمات روس را اخراج کرد. معنای دقیق این اقدام پوچی و بی‌ارزشی سخنان و اظهارات بایدن است. آمریکا تلاش می‌کند برتری روسیه در صنعت نظامی پیشرفته را متوقف کند، اما باید بداند که این تحریم‌ها هیچ تأثیری بر فعالیت این شرکت‌ها ندارد. سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه هم از احضار سفیر آمریکا خبر داد و گفت سالیوان گفتگوی سختی در پیش دارد. تحریم‌های ناکارآمد آمریکا ضد روسیه جز زیان سودی عاید واشنگتن نخواهد کرد. این سیاست دوگانه و متناقض نشان از بی‌صداقتی آمریکایی‌هاست. این رویدادها همزمان با افزایش تنش و تشنج بین روسیه و آمریکا بر سر شبه جزیره کریمه و تشدید بحران در شرق اوکراین آتش زیر خاکستری است که هر آن ممکن است زبانه بکشد. درست 3 سال پیش در فروردین 1397 که آمریکایی‌ها 60 دیپلمات روسی رو اخراج کردند، روسیه هم در اقدامی متقابل 10 دیپلمات آمریکایی رو از این ساختمان، یعنی سفارت آمریکا در مسکو، روانه کشورشون کرد. حالا و در پاسخ به اقدام جدید آمریکا، یعنی اخراج دوباره دیپلمات‌های روسی، باید 10 دیپلمات آمریکایی دیگه چمدون‌هاشون رو ببندن و آماده سفر به آمریکا بشن. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.